این اگر خطا نکنم همین مجسمه هیکل قهرمانی به نام تیمورمالیک است که برای مردم تاجیک خب جنگیده است و مقابل دشمنان. دوستم مثل چی میموند؟ اسب رستم رخش را رستم سواری میکند. برادران گرامی، انمی رخش ما پدید نکرد، آورد ما رو تا ناحیه سویتسکی. تا انمجا را رسیدن امیدوار بودیم که در یگان ماشین با همراهی دوستم، یعنی دوستم همین تا انمجا را رسیدن امیدوار بودیم که در یگان ماشین با همراهی دوستم، یعنی دوستم همین در نظر دارم، انمی دوست ما امیدوار بودیم که یگان ماشین ده سوار شیم. تا همینجا رواره آمدیم، یگان ماشین هرچی سوار ما نکرد. یا آمدیم نزدیکی نوحیه تیمورمالیک در رسیدیم. اگر یگان ماشین انیم بستانیم دیگه سوار نمیشیم چون که قریب آمدیم. این طرف راهی دهه جاروبخلا و یک چند دهه دیگر میرفتگی راه است. در نزدیکی درآمدگاه نوحیه یک باغ کلان زیبا موجود بوده است. اگر خطا نکنم این همین دهه‌ای که میبینین او طرفی سنگو دهه قبله‌ای است.
علیکم دوستان عزیز، برادران گرامی. مثل هر وقته در خدمت شما هستیم. امروز حرکت کردیم که ناحیه تیمورمالیک یعنی که سویتسکی پیشتره را با نوار بگیریم به خواهش بیشتری برادرامون. خب دوستان، امروز نیز بار خواهش شما و خاطر کمی هم بولیده گردوندن خاطر شما با طرف ناحیه تیمورمالیک، ناحیه سویتسکی روانه شدیم. اکنون حاضر در سرچوی ناحیه تیمورمالیک هستیم. برادران گرامی، یک چیز نگفتن اونند که وقتی که از همون دهه چقرک یا کی سیلبوره که میگیم حرکت کردیم، روانه شدیم، تو همه در آمدن ناحیه تیمورمالیک امیدوار بودیم که شاید یگان ماشین باشد، یگان نمیدونیم پورتر باشه یا اون کاروان. خلاصه به استاد ما با همراهی دوستم، حاجی دوستم نشونتون میتونم سوار شیم بیم، لیکن افسوس که نشید. ما آخران امید خودمون در ناحیه سویتسکی در آمدن کردیم و با همراهی دوستم مصلحت کردیم که دیگر این طرف شه یک جا می‌گذارن. دوستی من که مرا در سفر تنها نموند. ما همون شعاری چی را پیشه کردیم؟ خب در صحرا مثل شیرو در سفر مردانه باش، همون را پیشه کردیم. گفتیم که بیا از عهده‌اش میبریم یک جا به ناحیه تیمورمالیک و ناحیه سویتسکی اومده برسیم. خلاصه کلان دوستان عزیز، اومدیم رسیدیم با همراه همین دوستی که میبینید. اومدیم رسیدیم، یعنی که مثل همه دوستم مثل چی میموند؟ اسبی رستم، رخش را رستم سواری میکند. برادران گرامی، انمی رخش ما پدایی نکرد، آورد ما رو تا ناحیه سویتسکی. کاری آسان نبود. خیلی میدونه که بیش از 20 کیلومتر قریب طی کردیم. خب خلاصه اومدیم رسیدیم حاضر ناحیه تیمورمالیک. خب بعضی جوش یعنی که داخل ناحیه را اگر یاد کرده باشین برادران گرامی مرحمت تماشا کنین. حاضر بحرش ما نشون میدیم. دوستان به خاطر زحمت های ما، به خاطر اقلا زحمتی ما هم نباشه، به خاطر زحمتی همو ویلیک همو رخش، حتما دوستان عزیز ما رو دستگیری نمایید. اگر دستگیری شما باشد برادران گرامی در برنامه های آینده، یعنی که شما کجایی که میخواهید باز ما رفته همونجا ها رو به نوار میگیریم. حتما برادران گرامی کدامی که در کانال ما آبونه نیستن، دوستان عزیز در کانال آبونه شوین و پیش از آنکه دوام ویدیو را تماشا میکنین در ویدیو ما لایک بذارید و برادرانی که آگاه نیستن از کانال ما حتما آگاه کنید، روانه کنید نوارا به شخصی که تا حال نمیدونن. من هم داراترین آدم وطن دارم، کمی خود را نگویم کم، وطن دارم. رفتیم یک جایه سیر گشتی وطنی عزیزمون میکنیم. حتما دستگیری را از خاطر نبرارید برادران گرامی.
ساق پیرارن یادی وطنه ده بلبلی شوریده و شوخی چمنه ده بلبلی شوریده را یار آورده ما را به غریبی ها خدا آورده ده بلبلی شوریده را یار آورده ما را به غریبی ها خدا آورده میسوزم و میسوزم دیده براهشم میدوزم چشم برهی وطنه انتظارش من هستم انتظارش من هستم میسوزم و میسوزم دیده براهشم میدوزم چشم برهی وطنه انتظارش من هستم انتظارش من هستم بگانه غریب تو ملکی بگانه غریبه به مارم و به کسم نظر مونه طبیب بگانه غریب تو ملکی بگانه غریبه به مارم و به کسم نظر مونه طبیب تو مادر و در کی دعای خانده بگانه چی دانتی چی شد مردی غریب میسوزم و میسوزم دیده براهشم میدوزم چشم برهی وطنه انتظارش من هستم انتظارش من هستم میسوزم و میسوزم دیده براهشم میدوزم چشم برهی وطنه انتظارش من هستم انتظارش من هستم
بار دیگر سلام علیکم دوستان عزیز. خب با چه خاطر بار دیگر سلام علیکم گفتم؟ به خاطر که همین ویدیویی که شما تماشا کردین اگر در نظر شما منوتش عمیق نمیدونم خواه نیم ساعت باشه خواه از این زیادتر از این کمتر، نه که برای ما سوم روز است که ما در ناحیه تیمورمالیک با نوار میگیریم. خب هنگام نوار گرفتن بعضی مسئله ها را نمیدانستیم. خب فهماندنمان یک گوشمالمان کردن، آگاه شدیم که بعضی جا را با نوار گرفتن لازم نبود است. شکر که آگاه شدیم. خلاصه سوم روز است که در ناحیه تیمورمالیک همین ویدیوی 30 دقیقه 40 چند دقیقه‌اش حالی من عمیق نمیدونم، بعضی جاش کم زیاد کردن چند دقیقه می شود. همین ویدیو عموما نه سوم روز است که دوام میکند. من پیشکشی شما میگردونم. خلاصه یک چیز سبب شد که ما فهمیدیم که بعضی جا را به نوار گرفتن لازم نبود است. و همه خاطر دوستانی که جایی پیشنهاد میکنن یا خواهش میکنن که بعضی ده ها را خواه ناحیه هایی که باشد اگر در نوار ما محدودیت ها باشه شما ما را درک کنین. برادرایی که گفته بودن که برای اکا ناحیه سویت که رفت به نوار بگی پادپیسی تا 10,000 میکنیم، 10,000 پادپیسی میکنی. خب حاضی نه همت شونه اینا مردگاری شونه لفظ شونه میبینیم. برای ما 10,000 حالا در کار نیست. شما کوشش کنیم بهر همین زحمت های ما اقلا حاضی ما قریب 1,500 داریم. اگر همین 10,000 شوه پس ما شما را باور میکنم که حتما در گفتون ایستادین. خلاصه کلام حتما زحمت های ما را با اینوبت بگیرین. کاری که ما کردیم کاری آسان نبود در حقیقتا. تا مقصد ما هدف ما فهمیدن که یک ذره هم باشه با شما خوشحالی دادن باشد. اگر قریب که با فنا رفته بودیم. خلاصه شکر که ما را درست درک کردن فهمیدن من. با همین خاطر برادران عزیز گرامی شما حتما دستگیری ما را فراموش نکنین. اگر توانستین در بعد همین نوار اگر من بینم که همه آبونچه ما پادپیسی کانال ما اگر 10,000 باشه پس معلوم می شود که با قدر زحمت های ما شما رسیدین. رفتیم دوامش تماشا میکنیم، با قدر امکان با دوامش با نوار میگیریم. حتما در ویدیو لایک دارین، پهن کنین و کانال ما رو دستگیری کنین و با ابونه ایسانین در زیر نوار کجا را با نوار گرفتن در کار. از جایسته با دویم باره میگم که برادرها اگر بعضی ویدیوهای ما بعضی محدودیت ها داشته باشه ما نتونیم همه کوچه شما را گرفته همه جای شما مقصد که سیر گشت شما را گرفته بعضی جاش هم میتونیم که با نوار بگیریم پیشکشی شما بگردونیم. خدای یار مددگارتون با شما تماشای با فراغت. نه اگر خطا نکنم همین مجسمه هیکل قهرمان به نام تیمورمالیک است که برای مردم تاجیک خب جنگیده است با مقابل دشمنان.
برداران گرامی، ما با همین برنامه امروز ما رو سرگشت در ناحیه تیمورمالیک رو با اتمام میرسونیم. حتما کدام دهه کدام ناحیه را میخواهین دیدن بنویسونین و زحمت های ما رو به نوبت بگیرین. حتما در کانال ما برداران که ابونه نیستن ابونه شوین و در ویدیوهای ما لایک بذارید تا که ویدیوهای ما نیز تواند تماشابین بسیار گیرد و ما نیز توانیم بسیارتر و نوار گیریم پیشروی های ما نیز بیشتر شود. خب دیگر خداوند یار و مددگارتان، خودتان را احتیاط کنید.